قهرمانی تاجیکستان در رشته فوتزال دسته سورو در مسابقه بین المللی فوتزال که در شهر اتراو قزاقستان برای به دست آوردن جام المپ با مناسبت گرامی داشتی خاطره عادلبک ژاورов راه اندازی گردیده بود، نشانهای طلا را مال خود کرد. شرح بیشتری موضوع در گزارش. از یکم تا پنجم مای سال جاری در شهر اتیراو قزاقستان هفتمین مسابقه بین المللی فوتزال برای به دست آوردن جام اداره بوکمکری المپ با مناسبت گرامی داشتی خاطره عادلبک ژاورов برگزار شد. در این چرابینی ورزشی قهرمان تاجیکستان در این رشته ورزش دسته سارو کمپانی اشتراک نموده جام مسابقه را به دست آورد. تیم سارو کمپانی در مرحله گروهی دسته اتیراو را با حساب 7-0 اوبژکت پس را با حساب 5-1 و اورال را با نتیجه 4-1 مغلوب نمود. در مرحله نیمه‌نهایی رقابت با دسته اومیرزک با حساب 2-2 پایان یافت. سارو کمپانی در سلسله ضربه‌های بعدی بازی با نتیجه 8-7 پیروز شد. در دور نهایی فوتزالبازان ما دسته اینتر را با نتیجه 4-2 به شکست روبرو کرده جام مسابقه را مال خود نمودند. در انجام مسابقه شاگردان پیروا وخیدوف با جام، نشانهای طلا و مکافات پولی در حجم 2 میلیون تنگه قزاقی معادل قریب 50,000 سومانی قدردانی کرده شدند.